تو این ویدیو چیکار کنیم؟ اون چیه دیگه؟ بودو. خب ببینم تو این چیه؟ چی چالش؟ چی نوشته؟ باید با اینا تو 60 ثانیه خونه بسازی؟ خب باشه، اینو می‌نوزم دور، اینو از این همه اینا رو بده. خب به نظرتون میتونم از اینونتوری هم چیز میز بردارم؟ نه گفته با این مثلا 3 2 1. خب بودو اول باید زیرشو کامل بپوشونم چون اینجا پله واسم گذاشته، پس باید از پله استفاده کنم. من نمیخوام سقف رو بپوشونم چون وقت زیادی میبره. خب اول اصلا این پله رو میذارم اینجا. درست بذار دیگه. خب این پله رو میذاریم اینجا، این درش هم اینجا. در رو باز میکنیم که بریم داخل. ادامه اینجا رو میپوشونیم. برو دیگه، بودو الان وقت نداریم. خب اینم سقفشه، بکنم. بودو دیوارو بچین. بودو وقت ندارم. بچه من زمان رو دارم میگیرم از این رو، نگران نباشیم. اینم جای شیشه. وای بودو فقط چند ثانیه دیگه وقت دارم. 3 2 1 تموم. خب میشه توش زنده مون در هر حال. خوبه، بد نیست، عالیه. اینم بزنیم ببینیم چیه. این با که بد شد، ولی تو پارت بعدی میتونم. هیچ کدوم از اینا مهم نیست، تو سابسکرایب